اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم یاد میده؟ بلاگری که داره یک محتوای مستعجل پخش میکنه، واقعا فقط صرفا داره بی‌احترامی به پدر مادر رو یاد میده. یا مثلا به پدرت فوش مادر صرفا داره بی‌احترامی به پدر مادر رو یاد میده. میاد خونه خودش که تو بچه‌شی پناه بیاره، برگردی خونه به اونها فوش خار مادر بدی. خداوند تو رو نمیکشه، تو رو انقدر زنده نگه می‌داره که زجر اونها رو بکشی. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم یاد میده؟ طبقه سوم نه آسانسور نداره. من فردا یکی رو میفرستم بره تو دور و بر نظام آباد طبقه اول یه خونه 100 متری برای شما پیدا بکنه. تو اون خونه هستین، من مادام العمر اجاره اون خونه رو من میدم، شما فقط توی زندگی بکنید. اینم مریضه، فقط سفارش کردی. آیسان، خدا پدر مادرت رو ببخشه. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم یاد میده؟ آره داداش، هر کسی با خداست، هر کسی ورزش میکنه، هر کسی شرافتمنده حاجی. پروردگار میبرتش یه جایی که باورتون نشه. خدا با سلامتی بخواه، بقیه رو بجنگ، درست میشه به قرآن مجید حاجی. میگم خسته نشین فقط. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم یاد میده؟ گفت داداش بگو نفری $1 میتونیم به من کمک بکنی. گفت این کارایی که تو میکنی رو مردم میفروشن. گفتم چیکار کنم؟